میگه روز محمد صلی الله علیه و سلم به 10,000 لشکر گفتن مکه را احاطه میکنه، طرف حضرت عباس میگه می ابو سفیان گفت کودکی که 23 سال اذیتش دادیم، یتیم و بی پدر، امروز به چی غرور و به چی فخر و تکبری میدر آمده باشه؟ ای عباس گفت اگر محمد طرف خانه من بیایه هر دم تو شمشیر دگیریم، گفت محمد پاره پاره میکنه. کی گفت؟ ابو سفیان. وقتی میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داخل مکه میشید، خود ابو سفیان روایت میکنه، میگه من فکر عقیدم دیگه بود، اما محمد نگاه کردم با سری خم، با آبای دیده در پره رخساره و برای اهل و مردم استغفار کنان میگه درام بی یکام اختیار آمدون میگه و یک عجیب میگه سخنی از زبان محمد شنیدم. هر کسی در خانه ابو سفیان هست در امان هست، هر کسی در خانه هند هست در امان هست و هر کسی که در مکه هست در امان هست. اکرمه بچه ابو جهل گرفته بود، صفوان هم گرفته بود. وقتی خبر شنیدن که همه امان است، اونا هم آمدن بیعت کرد. پس محمد صلی الله علیه و سلم با سر خم، با اشک ریزان، با سر خم به بیت الله می‌درآید که 23 سال اذیتش داد. هندی که جگر امیر حمزه را مکیده بود، میگه کسی در خانه هند است در امان است. همون روز رسول الله را از مکه بیرون کردن، ابو سفیان با هند عجیب صحبت میکردن. ابو سفیان گفت از محمد خلاص شدیم، ما پیروزی بالامان نصیب شد. هند بید عجیب گفت مرد نه، ما بای دادیم. گفت چی خیلی بای دادیم؟ محمد روان کردیم. گفت محمد با اصحابش رابطه چشمی نداره، رابطه قلبی داره. این پیرواش در اینجا میبینی فقط جسداشون روحاشون با خودش مدینه بود. ابو سفیان گفت ما بای دادیم. اگرچه 10 سال بعد فتح مکه شد بعدی گفت و گذار. خدا کنه که امروز هم وقتی بلا را پروردگار بالا آورده است، مشکلات آورده است، ما هم با سر خم، با دیده ریزان و گریان و برای دوستان و رفیقان امروز از این ویروس هممون میترسیم، اما یک بیماری در گرفتار شدیم هیچ پروا نداره. آبروی مسلمان هیچی مانده است برای ما. شما پیامبر صلی الله علیه و آله میگه خون مسلمان، مال مسلمان، آبروی مسلمان بالای مسلمان حرام است. بنده ای که خدا 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و دقیقه در معده مادر او را رزق و نفس و دادش، اما در ما و شما به خیر رسیده. آبروش هیچی مانده، هر چیزی بخواهیم میگیمش، هر چیزی بخواهیم میگیمش. حتی پردی یک مقاله خوب داره، میگه من همین کافرها را بینم دوست میدارم. سوالش میگن حضرت چرا؟ من همیها را میبینم، میگم مسلمان بودن خیلی میشناس که الحمدلله مسلمان. همه یک فاسق گناهگار مسلمان هم میبینین، همون هم دوست بدارید. چرا؟ زیرا رسول الله میگه اگر در روی زمین یک مسلمانی که استغفر الله و لا اله الا الله گوست، قیامت نمیشه. همه هم از بین رفت، قیامت میشه. پروردگارا ببین بنده ها چقدر جمع شدیم. اینا همه دعوا دارن که با ذات اقدس اعلان بندگی و رفیقی دارن. خدای ما سالها با تو قهری کردیم، ما را توفیق بده که قهرگی را بس بکنیم و گپی تو را بگیریم. پروردگارا ما میدونیم این بلا را به خاطر آورده که سالها بود ما تو را فراموش کردیم، به یاد بیاریم. پروردگارا ببین ما همه قیم بنده ایم، هممون سرگرم. کسل در کین کجاست؟ ما در اینجا تزریسیم. پروردگار ما همه قیم، ما در خیلی امتحان نیار. پروردگار ما او بنده ای نیستیم که طاقت ای داشته باشیم، اما چه علاج که بنده ای تی ناز با تو نکنیم، درد دل با تو نگیم، روز دل با تو نگیم، شبا با تو صحبت نکنیم، با کی بکنیم؟ پروردگار انبیا و اولیاء و صلحا را هدایت کردیم، ما بنده های تو بودن. خدای ما هم بنده های توییم، ما هم دعوای بندگی داریم، ما هم میگیم یا رب، ما هم الله میگیم. پروردگارا این بیماری را برداشته بود، از کره زمین برداشته. شکر تو را میکنیم که تا حال وطن ما نیست. خدای تا روز قیامت نیار. خدای وقتی من میدونم که این بلا را به خاطر آورده که چند روی زمین در کودکای بی پدر موندن، یتیم موندن، اونا الله میگفتن. یک تا رسانه ها مشهور بود، یک کودک وقتی زخمی شد گفت ما با همین خون پیش خدا
دعوا میرم که ببین خدای بنده‌های تو من این کودک این حالت داشت. رب المظلومین هستی الله، ما ایمان داریم. این که ما را به خاطر او آوردی که اون مظلومات را فریاد کردن. ما چی نمود اوقات خود اونا در صحراها چی خیلی گشته موندن، با گشته تو را چی خیلی یاد کرده باشن، با تنهای مجروح تو را چی خیلی یاد کرده باشن. خدا زبان ما را مثل زبان ابو بگرد. مونه که هستی این خواهش داریم خدا این بلا را ببرد. ما آمنا بک یا ربی، ما ایمان داریم مت یا الله یا ارحم الراحمین. ما ایمان داریم روز میشه که هم که یکایک ما را سوال جواب میکنی است ایمان داریم. اگر ما را سوال میکنی امروز خدای ما را به ستاره و رحمانی سوال بکن، به قهاری و غضابیت ما را سوال نکن. پروردگارا تو بخشنده هستی و بخشیدن رو دوست می‌داری، ما را ببخشی الله یا ارحم الراحمین. اگر روز قیامت تو ما را از گناهامون بپرسی، ما تو را از رحمتت میپرسی. پروردگارا اگر تا عیبای ما را آشکارا بکنی، ما تو را از ستارت میپرسیم یا ارحم الراحمین. اگر بالای ما قهر و غضب بکنی، خدای ما تو را از غفاریت میپرسیم یا ارحم الراحمین. خدایا پیغمبر رو آرزو کرد کاش ما را یک بارک میدید، کاش که آرزو را ما میکردیم یک بارک پیغمبر تن میدیدیم، لیکن در این دنیا رفیق را نصیب نکردی، پیروی را نصیب. خدایا از نام همه این اکهام و برادرها به ارواح پاک حبیبت صلوات بیعدد فرست. ارواح ابوبکر و عثمان ها، عمر ها و علی ها، طلحه ها و زبیر ها، بلال ها و هلال ها، سعد و سعید ها، خالد و خباب ها و سایر اصحاب رضی الله تعالی عنهم را از ما شاد و مسرور بگرد. خدایا در روز پیش با قاریا و دابله ها شش دادیم، یک قصه عجیبه کرده بودیم. حضرت ابوذر یک بارک بلال چی گفتن؟ یا ابن سودا، ای بچه‌ک سیاه. و ابوذر بخشیش پرسیدن، بلال جان مرا ببخش که من ترا سیاه گفتم. حتی گفتن ای ابوذر من تیارم که حال همین خیلی میستم روی مرا با پاچه ها تچق بکنه که مرا ببخش. و بلال چی گفتن؟ ابوذر این پیشانه که خدا را سجده کرد است، من هرگز پا نمیدم بالای اون. خدا همین توفیق ما را نصیب بکن که برادرها را یگام چی نگی. خدایا اگر بنده های تو نسبت ما چیزی میگه یا ما نسبت بنده ها دمی چیزی را میگیم، اگر ما همین خیلی باشیم خدا ما را ببخش اصلاح شیم. اگر بنده های تو در حق یکدیگر یگام چیز میگن، اگر ما همین خیلی نیستیم خدایا او بنده ها تام ببخش که تهمتی نشوند، اونا هم اصلاح شون. خدایا قلب هامون پر از کبر و غرور و حسد شده، زبان هامون پر از دروغ و غیبت و سخنچینی شده، طاقت این درد نداریم، این بیماری را از ما برداشته بکن. خدایا از ما پدر و مادر گذشته باشه رحمت و مغفرت. اگر تا حال در درون قبر در سوال و جواب تو گرفتار باشن الله، سوال و جواب را آسان شون. اگر قبرشون تاریک باشه روشن بکن، اگر تنگ باشه وسع بکن، اگر چاهی از دوزخ باشه باغی از جنت بگردون. اگر حیاتان بالای سرمون همچون سایبان سر نگهبان، اهل و عیال و فرزندامون از سبب زیبایی زندگانی دنیا و سبب افتخار روز قیامت نصیب بگردون.